دوستان عزیز گرامی، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. آقا پس از مدت ها برگشتیم، یعنی نه تو شورت بودیم نه تو لانگ بودیم. حالا تو شورت بودیم که زیاد حرف قشنگی نیست، ولی بچه ها من بینی تو فوتبال آسیب دیده بود و اصلا لب و دهنم پاره شده بود، نمیتونستم درست حرف بزنم، نه اوضاع درستی بود. حالا به هر حال بخوام از وضعیت بیسی بیرم بهتون خبر بدم، من واقعیت عملکرد خوبی نداشتم، یعنی با ترکیب خودم رفتم که 9 فیلم بدون لوز بودم. بعد مثلا بیشتری هم که زدم 11 تا بود، یعنی کلا انگار از 10 به بعد تازه شروع میشد. یه دکی هم اسپارکی جاینت بود که امیر کلاب گفته بود، آقای امیر کلاب البته، یعنی زدم باش، خوبم تونستم باش بازی کنم، ولی نتونستم یعنی بیشتر از همون 10 تا اینا باش برم. خلاصا کل بچه های کامیونیتی هم میگفت یعنی یکی از سخت‌ترین گیسوینا بوده. حالا بریم که بچه چون 3 روز هم از سیزن مونده، رنکمون پایینه خودش. بریم که ببینیم میتونیم یکم خودمون رو رنک آپ کنیم یا چی. خب مثل گیم یکم زیاده فکر کنم. اوکی اینجا یه ویچ میریم لاگ آموزشی یارو، نمیدونم سطح پلی اینا چی. خب داداشون چه لاگی میزنی که الان نتونی بالون منو دفاع کنی؟ الان من یه اسنوال هم بزنم روی الکترو ویزاردت، هم بالون یه شات بیشتر میزنه، هم الکترو ویزارد میمیره داداش. و حالا دور از شوخی برچی اصلا انگار 20 مینه آجی یه پله روی آیشو پلی هم آورده آجی. اینقدر مچ ها سخت بود و اینا، پوشر رو اکانتو بود و اینا، دهنمون سرویس شد. من خودم حالا دومین سالی هم بود که ترای هارد میکردم سر ویسوینا، ولی خب خیلی سخت بود. یعنی من فکر کنم پارسال تا 14 فکر کنم رفته بودم، ولی امسال تا 11 هم بیشتر نتونستم برم. خب اینجا طرف یه دونه بالون میندازه، ما با استقبال آموزشیمون میکشونه به سمت تسلا. استقبالی که 15 شده یا مبارک باشه، همین الان تو کامنت ها بنویسید. این هر بچه من با یه بندیت میتونم بگیرم، البته الان دیگه نمیتونم بگیرم. آقای میلی پیکا شما بیا والکریو بزن تا بعدا روز همه چیز با هم دیگه صحبت بکنیم. خب اینجا الیت برای صبر کنم تا زپ پیشبینیشو بزنه. مرسی از لاگ پیشبینی حریف. بابا ای خدا لعنتت کنه، نگاه کن زپ ایوو اینجا به کمک حریف میاد، بندیتی که دشت نمی کنه. حتی بچه یه ویچ پلی بدیم که اکسیرمون هم جمع شه، یه حمله بهش بزنیم. حالا اونم عد باید پرنسس ما رو میزد. پرنسس اینجا یکم اوضاع میتونه سخت بشه برامون. آقای بالون دمت گرم که اونور نمیری آجی. نبازیم ما به قرآن مجید. یا علی تایمینگ فوق‌العاده. ببین من که والکریوام دستمه، اصلا برام فرقی نداره داداش. شمال بزنیم بچه والکری، بگم والکری تسلا بیا دستمون. اینجا الی الکترو ویلدارد میزنه جون بچت. بزن دیگه والکری، احتمالا میتونی اینجا الیت برو بره. خب بالونش هم میتونه بره. این لاگ اشتباهی بود. دمت گرم داداش تا اون ور تو بگیری. خب فکر کنم بردیم دیگه. لپ ایووش هم که دستش کشیدیم و تموم. آره بابا علکی برای شاید ببازیم به حریف. برو گم شو.
تو ویدیو باختی بدبخت، آبرو حیثیتت رفت. ولی مچ اولم طول کشید. خب یه بندیت بچه میتونه لعه پل همجور شانسی پیشبینی بریم که یه وقت دارت گوبلینی پرنسس چیزی انداخت بتونیم بزنیم. یه مینی پکا میندازه واقعیت خواستم با استعمال دفاع کنم، ولی خب بذار یه والکری و بیفتیم جلو. خب اینجا من تسلا ایوو رو که نه تسلا رو کار میکنم که ایووش بیاد دستم سریعتر. خب یه ویچ میره، فایربالت خشن آجی، همین اول کاری 4 تا سر فایربال و اسپل میده. اصلا نه حمله ای داشت، اصلا سطح پلیر آجی با 20 وین و این ور اونور خیلی فرق میکنه. بچه من اونور رو ول میکنم، یه کامبک بزنیم که اگر کنونی چیزی هم انداخت بندیت بتونه کامل حذفش کنه. خب پاور گرفتیم، اینجا ما پاور رو میگیریم، صبر میکنیم بچه ها، عجله نداریم. اینجا یه والکری میندازه، من اینجا کار کنم تسلا رو. مثل از ویچ ایوو لبه پول واقعا سطح پلی یورو نشون میده. من میتونم بچه ویچ هم ایوو کنم، ولی خب فکر کنم نرف شده دیگه به درد نخوره، نمیدونم. خب این مثلا که یه چه ایزی بردیم، مثلا میخوایی سریعتر برم سی کنم که وقتمون هم گرفته نشه. خیلی مرسی، خوبه، یه دمیج خوبیه، تاور دومش هم دادیم. اینجا میتونیم تسلا ایوو رو بریم، یه والکری هم ایوو از این ور. حالا صبر کنیم که یه دونه بالون بندیت بریم از سمت تاورش، کینگ تاورش، و دیگه فکر کنم بازی تمومه. شاید هم بازی تموم نباشه. میدونستید که اگه این سیمون که نگرفت بدبخت عالم میشیم؟ نمیدونم میدونستید یا نه، ولی تاور رو دادیم الکی رو طمع. ببین طمع نکن. حالا ما که برنده این بازی ماییم دیگه، زجای حریف راجی. بیا الان 4 تا اسپلم انداخت، خدا نگهدار. گفتم دیگه الکی زجه زدن حریف بیفایده بود. این از مچ دوم بریم برای مچ آخر رو دیگه ببینیم چی پیش آید. خب دوباره ما اینجا میتونیم یه بندیت کار کنیم. مرسی، دیدی بچه ها همیشه بندیتر که لعه پول میندازم سر همینه. الان ببین چقدر اکسیر ما جلویم، فکر کنم 3 تا راحت جلویم. خب یه دمیجه رو میخوریم اونجا، ولی خب فایده ای نداره براش. خب ویچه رو ول میکنم خالی بره جلو، ببینم چی کارش بخواد بکنه. راسکال میندازه، من از این ور میتونم یه پرنسس بندازم، لاشونم یه دونه والکری بندازم. میتونستم اینجا حمله کنم از سمت راست، یعنی یه الان دیگه میشه خب، ولی اون موقع نمیشد. خواستم ببینم با چی میخواد دفاع کنه. خب ببین دمیجه رو بذار از هانتر بخوریم، یا شاید مثلا نخوریم. آره نمیخوریم، زپ نداشته باشین مادرت. خب خوبه، اینجا میتونه پرنسس رو بره. پرنسس رو
برای تسلا رو کار میکنیم که لب پل باشه. پرنسس از ته میره، منم پرنسس لب پر میرم، بتونم اینجوری اذیتش کنم. الان احتمالا بخواد گوبلین برل رو بره با والکری جمعش میکنم. خب اینجا پرنس هم مثلا با بندیت هم میتونیم دفاع کنیم. آره بذار با بندیت دفاع کنیم. خب این با پرنسس اذیتش کنیم، چون دیگه ما که دیگه نمیتونیم بچه با بالون دمیج بدیم بریم. چرا؟ چون طرف هانتر رو نگر داشته، هانتر رو برامون نگر داشته، هیچ جوره نمیتونیم با بالون به حریف دمیج بدیم، چون اکسیری عقب میافتیم. یه دونه اینجا اسکدار میاد، شاید بریم کارتمون سایکل بشه. اینجا یه دونه اسنوبال بریم که پرنسس دمیج بشه. گوبلین برل رو میتونه بره. خب اینجا میتونه تاور برامون بگیره، بندید نگرفت. خب اینجا یه آره دیگه اشتباه کرد. اگه این پلیر خوبی بود میومد لاگش اون ور میزد، بازی منو میخوند. یعنی اونقدر کار پیچیده ای نکردم، میتونست بازی رو بخونه. خیلی خب اینو از این ویدیو. امیدوارم که بچه خوش برگردیم و دیگه این اتفاقای ناگهانی برامون نیفته. تا ویدیو بعدی، فعلا.